امروز قرار بفهمیم چرا تمرکز از دست میره و چطور میتونیم ذهنمون رو دوباره کنترل کنیم. این روش‌ها ساده هستن ولی وقتی به درستی اجرا بشن میتونن روزت رو کاملا تغییر بدن. بخش اول، درک مشکل. قبل از هر چیزی باید یه چیزی رو روشن کنیم. مشکل تمرکز فقط این نیست که حواس پرتم. حقیقت اینه که ذهن ما طوری طراحی شده که به راحتی از کار اصلی منحرف میشه. مغز ما دنبال پاداش فوریه، دنبال چیزای جدید و هیجان انگیزه. وقتی گوشیت زنگ میزنه یا یه نوتیف شبکه اجتماعی برات میاد، ذهن ما بیدرنگ میره سمتش. حتی اگه بدونه بهتر روی کارش بمونه. حالا فکر کن روزت چقدر از این پرت شدن ها پر شده. نیم ساعت کار کردی، بعد 5 دقیقه رفتی اینستا، دوباره برمیگردی ولی تمرکزت کامل نیست. این چرخه ادامه پیدا میکنه و آخر روز حس میکنی هیچ کاری نکردی. حالا تصور کن که اگه میتونستی این چرخه رو بشکنی، اگه میتونستی وقتی روی کارت میشینی تمام انرژی و ذهنت روی همون کار باشه بدون اینکه هیچ چیز مزاحمت بشه. بخش دوم، ایجاد همزاد پنداری. میخوام یه چیزی بهت بگم که شاید عجیب باشه ولی واقعا درسته. همه آدمای موفق همه این مشکل رو داشتن، حتی کسانی که اسمشون معروفه. وقتی پشت میز کارشون میشینن ذهنشون پر از حواس پرتی بود. تفاوت اینه که اونا یاد گرفتن ذهنشون رو چطور مدیریت کنن، نه اینکه انتظار داشته باشن ذهن خودش متمرکز بشه. اگه تو هم احساس میکنی که وقتی شروع میکنی 10 دقیقه بعد میبینی هیچ کاری نکردی، نگران نباش. این اتفاق کاملا طبیعیه و قابل حل شدنه. بخش سوم، آماده سازی ذهن برای تغییر. قبل از اینکه تکنیک کار شروع کنیم باید یه قدم مهم برداریم. آگاهی از حواس پرتی. یعنی وقتی حواست پرت میشه فقط متوجه باش بدون قضاوت. مثلا وقتی میبینی داری دوباره توی گوشیت میچرخی، به جای اینکه خودت رو سرزنش کنی فقط فکر کن اوه دوباره ذهنم رفت سراغ فلان چیز که تمرکزم داره میگیره و برای خودت یک جایی یادداشت کن. این آگاهی بهت قدرت میده که وقتی ذهنت پرت شد دوباره کنترل رو به دست بگیری. بدون این مرحله تکنیک‌ها ممکنه برات کارساز نباشن چون باز هم ذهنت ازت جلو میزنه. بخش چهارم، تکنیک اول، زمانبندی و قانون 25 دقیقه‌ای. اولین تکنیک خیلی ساده است ولی قدرتمنده. قانون 25 دقیقه‌ای یا تکنیک پومودورو. ایده اصلی اینه که 25 دقیقه کاملا روی کار تمرکز می‌کنی، بعد 5 دقیقه استراحت می‌کنی. این چرخه 4 بار تکرار کن. بعد یه استراحت طولانی‌تر داشته باش. چرا جواب میده؟ چون ذهن ما به طور طبیعی نمیتونه برای مدت طولانی تمرکز کنه. 25 دقیقه مدت زمانیه که مغز میتونه به خوبی انرژی رو روی یک موضوع نگه داره. بعد از اون بعد دوباره تجدید نیرو کنه. حالا نکته‌ای که اکثر آدما نمیدونن، در این 25 دقیقه هر نوع حواس پرتی باید کامل حذف بشه. یعنی گوشی رو کنار بذار، اعلاناش خاموش کن، بعد حتی محیطت رو آماده کن تا هیچ مزاحمتی نباشه. بخش پنجم، تکنیک دوم. دومین تکنیک به محیط مربوطه. محیط میتونه تمرکز رو بسازه یا خراب کنه. ساده ترین کارهایی که میتونی انجام بدی: یک، میز کار تمیز و مرتب داشته باش. دو، هر چیزی که باعث پرت شدن حواست میشه از دسترس دور کن. 3. اگه تو خونه‌ای و ساکت نیست، از هدفون و موسیقی بدون کلام استفاده کن. حواست باشه محیط حتی بیشتر از اراده روی تمرکزت تأثیر میذاره. حتی اگه اراده خیلی قوی داشته باشی، محیط نامناسب باعث میشه ذهنت کم میاره. بخش ششم، تکنیک سوم، نوشتن وظایف و آماده سازی ذهن. تکنیک سوم به ذهن خودت مربوطه. قبل از شروع هر کاری چیزی که باید انجام بدی رو روی کاغذ بنویس. این کار باعث میشه مغزت بدون اینکه درگیر فکر کردن به جزئیات بشه آماده تمرکز باشه. وقتی لیست داری، ذهن به جای اینکه انرژی خودش رو روی فکر کردن به کارها بذاره و هدر بده، میتونه انرژیش رو روی انجام کار واقعی بذاره. یه نکته حرفه‌ای، اولویت بندی کن. مهمترین کارا رو بالا بنویس و روی همون تمرکز کن. این باعث میشه حتی اگر روزت خیلی شلوغ شد، حس پیشرفت و کنترل داشته باشی روش. بخش هفتم، ایجاد عادت برای تمرکز. حالا یه سه تا تکنیک اصلی رو گفتیم. نکته مهم اینه که تمرکز یه مهارته، نه یه توانایی ذاتی. یعنی باید تمرینش بدی تا ذهنت یاد بگیره چطور متمرکز بمونه. راهکارش چیه؟ روزانه حداقل 1 ساعت تمرین کن. هر بار که تمرکزت به هم خورد، بدون قضاوت دوباره برگرد به همون کار. مغز مثل ماهیچه است. هر چی بیشتر تمرین کنی، قوی‌تر میشه. خب تا اینجا فهمیدیم حواس پرتی طبیعی و مشکل ذهن ماست، نه مشکل خودمون. تکنیک پومودورو، محیط مناسب برای نوشتن وظایف، 3 ابزار قدرتمند برای تمرکز هستن. تمرکز مثل عضله است و باید تمرینش بدیم. تو بخش دوم قرار چند تا تکنیک پیشرفته‌تر و روانشناسی تمرکز یاد بگیریم.
که چطور از انرژی ذهن استفاده کنی و تمرکزت رو بدون خستگی طولانی مدت بالا ببری. بخش هشتم، تکنیک چهارم، مدیریت انرژی ذهنی. تا اینجا یاد گرفتیم چطور حواس پرتی‌ها رو کاهش بدیم و حالا بیایم یه قدم فراتر بریم. مدیریت انرژی ذهنی. ذهن مثل یه باتریه. وقتی انرژی ذهنت کم باشه، تمرکزم افت میکنه، حتی اگه محیط عالی باشه. و تکنیک پومودورو رو درست انجام بدی. برای مدیریت انرژی، یک، استراحت‌های کوتاه و منظم. هر چند ساعت یک بار چند دقیقه از جای خودت بلند شو، یک کشیشی برو، یه لیوان آب بخور. دو، خواب کافی. بدون خواب کافی مغز نمیتونه اطلاعات رو پردازش کنه و تمرکزت پایین میاد. سه، تغذیه مناسب. غذای سنگین و پرچرب باعث خواب آلودگی و افت تمرکز میشن. پروتئین، میوه و آب کافی انرژی ذهنی رو بالا نگه میداره. تکنیک ساده، روزت رو با برنامه‌ای بچین که بیشترین انرژی ذهنی رو برای کارهای مهم صبح داشته باشی و کارهای سبک‌تر رو بعد از ظهر و شب انجام میدی. بخش نهم، تکنیک پنجم، تکنیک یک کار یک زمان. یکی از بزرگترین اشتباهات تلاش برای چند تا کار همزمانه. مغز اصلا برای مولتی تاسکینگ ساخته نشده. وقتی همزمان چند تا کار انجام میدی، نه تنها تمرکزت افت میکنه، بلکه کیفیت کارت هم میاد پایین. راهکار، هر بار فقط روی یک کار تمرکز کن و بقیه کارا رو کنار بذار. حتی اگه کار کوچیک باشه، تمام توجه تو بده بهش. مثال عملی، اگه داری مقاله می‌نویسی، گوشی رو کنار بذار و اعلاناشو خاموش کن. وقتی در حال یادگیری یه مهارت جدید هستی، هیچ مرورگر یا برنامه‌ای رو باز نکن. این روش باعث میشه مغز عادت کنه که تمرکز طولانی‌تر داشته باشه و حس لذت از پیشرفت واقعی رو تجربه کنی. بخش دهم، تکنیک ششم، تکنیک حواس پرتی برنامه‌ریزی شده. اینجا یه تکنیک جالب داریم که ممکنه عجیب به نظر برسه. حواس پرتی برنامه‌ریزی شده. ایده اینه که با مغزت بگی میتونی یه وقت مشخص حواست رو پرت کنی. مثلا هر 2 ساعت 10 دقیقه میتونی بری تو اینستا. هر روز یه زمان مشخص برای چک کردن ایمیلات. چرا جواب میده؟ چون مغز میدونه که قرار نیست همیشه محروم باشه. پس مقاومت کمتری داره. تمرکز وقتی وقت تمرکز میرسه، بهتر روی کار اصلی میمونه. بخش 11، تکنیک هفتم، خودمراقبتی ذهنی. تمرکز فقط به تکنیک‌ها و محیط مربوط نمیشه. سلامت ذهنی هم خیلی مهمه. چند نکته کلیدی. یک، ژورنال روزانه. شبا چند دقیقه بنویس که چیکار کردی، چه چیزی حواست رو پرت کرده. این کار باعث میشه ذهنت سبک بشه و خواب راحت‌تری داشته باشی و فردا تمرکزت بهتر بشه. دو، مدیتیشن یا تمرین تنفس. حتی شده 5 دقیقه در روز باعث آرامش ذهنی و تمرکز بهتر میشه. 3، قطع افکار منفی. وقتی ذهن شروع میکنه به مرور اشتباهات یا نگرانی‌ها، تکنیک ثبت و کنار گذاشتن رو استفاده کن. یعنی افکار رو بنویس تا برو سراغ کار بعدیت بگرد. این کار مثل تقویت کننده طبیعی تمرکز هستن و اثرشون بلند مدت. بخش 12، سناریوی واقعی. حالا یه مثال واقعی بزنیم. فرض کن داری روی پروژه خیلی مهم کاری انجام میدی. روزت پر از ایمیل، تماس، پیام و بدون تکنیک‌ها نیم ساعت بعد حس می‌کنی هیچ کاری نکردی. با تکنیک‌ها قبل از شروع پروژه 25 دقیقه پومودورو، گوشی کنار، اعلان‌ها خاموش، لیست وظایف داری، بعدش یه استراحت کوتاه داری. حتی اگه باز هم حواست پرت شد، با آگاهی ذهنی برمیگردی و ادامه میدی. نتیجه، در پایان روز حس می‌کنی پیشرفت واقعی داشتی و کنترل ذهنت دست خودته. بخش 13، جمع‌بندی تکنیک‌ها. بیاین همه تکنیک‌ها رو با هم مرور کنیم. 1، تکنیک پومودورو، 25 دقیقه تمرکز و 5 دقیقه استراحت. 2، ایجاد محیط تمرکز مناسب. 3، نوشتن وظایف و اولویت بندی. 4، مدیریت انرژی ذهنی، استراحت، خواب، تغذیه. 5، تمرکز روی کار در هر زمان. 6، حواس پرتی برنامه‌ریزی شده. 7، خودمراقبتی ذهنی، ژورنال، مدیتیشن، کنترل افکار منفی. حالا زمان عمله. این ویدیو تا همینجا فقط دانش بوده. اگه میخوای واقعا تمرکزت تغییر کنه، باید همین الان شروع کنی. همین الان یه لیست کوتاه از وظایف فردات بنویس. یه پومودورو امتحان کن. اعلانات خاموش کن و ببین چقدر راحت‌تر میتونی روی کارت باشی. با هر قدم کوچیک مغز یاد میگیره که تمرکز یعنی قدرت واقعی و تو هم این قدرت رو داری.
و اگه این ویدیو برات مفید بود و دنبال این سبک محتوا هستی، سابسکرایب کن تا ویدیوهای بیشتر در این زمینه ببینی.